یه مقایسه انجام بدیم بین ارتش اسرائیل و ارتش ایران و قدرتشون در منطقه. ایران کشور بزرگتری 80 خورده میلیون جمعیت داره در برابر اسرائیل که 10 میلیون جمعیت داره، طبیعتاً سرباز بیشتری داره، 610,000 تا فعال و در کل 960,000 تا در برابر اسرائیل که 169,500 تا فعال داره و کلش 634,500 تا سرباز داره. اما این جنگ سرباز و زمینی نیست، برای اینکه این دو تا کشور اصلا مرز مشترکی با هم دیگه نداره. این جنگ هواییه. ارتش اسرائیل از نیروی هوایی قوی و جدید استفاده میکنه. F-15 ها نسل 4 هستن، F-16 هم همینطور و F-35 که نسل 5 جنگنده ها رو داره. F-35 جنگنده جدید که رادار گریز هم هست و بسیار مدرن. ایران از اون طرف میگه 29 داره، F-14 های قدیمی، ولی بیشتر فعالیت خودش رو گذاشته روی ساخت در واقع درون یا پهپاد و موشک های مختلف. شاهد 136 اماد که موشک بالستیک است با 1400 کیلومتر برد و فتاک، یه خانواده فتاک هایپرسونیکش از همشون مهمتر است با سرعت بسیار بالا 18,000 کیلومتر است، البته 5 ماه هست و برد 1400 تایی و خرمشهر که یه موشک بالستیک با سرعت بسیار بالاست. در کل ایران ظاهرا 2000 تا دونه از این موشک‌ها داره و شاید حالا بیشتر باشه، ولی چیزی که عددی که به نظر میاد و 100% تصمیم داره که ازشون استفاده بکنه. حالا اسرائیل معتقده که ایران توانایی تولید 300 تا موشک در ماه رو داره و با این رنجی که داره میتونه خیلی از تمام شهرهای اسرائیل و خیلی از پایگاه‌ها و منافع کشورهای غربی به خصوص آمریکا رو تو منطقه هدف قرار بده و این تهدید خیلی بزرگی است و اگه واقعا 300 تا باشه طبیعیه. به همین خاطر اسرائیل اومده یه سیستم دفاعی در برابر موشک تو کشور خودش درست کرده که آیرون دوم یا اون گنبد آهنی معروفش هست، ولی اون در واقع یکی از اونها هست. دیوید اسلینگ یه موشک دیگه هست که سرعت بسیار زیاده داره، همونطور که می‌بینید 9000 تا و در ارتفاع بالا کار کنه و قوی ترینش اروتری هست با سرعت 11,000 کیلومتر در ساعت و رنج بسیار مناسب. حالا تو این تصویر می‌بینید این گنبدی که درست شده، یه آیرون دوم 10 کیلومتر، بعد دیوید اسلینگ 15 تا و ارو تا 100 کیلومتر رو کاور میکنه که در واقع بتونه جلوی موشک‌ها رو بگیره. اما هیچ سیستم کاملی وجود نداره و در صورت وقتی که تعداد موشکایی که میاد زیاد باشه، چند تاشون هم از این سیستم رد میشه، از این فیلتر به قول معروف رد میشن. همونطور که میبینید که باراژ یا تعداد زیاد موشکایی که از طرف ایران فرستاده شده، یه سریشون هم داره برخورد میکنه. این طبیعیه، در هر سیستم دفاعی وجود داره. اما سیستم دفاعی ایران اولش که لطمه زیادی خورده توی حملات اولیه. یکی از اون چیزایی که داره خیلی هم ازش استفاده میکنه S-300 هست که یک سیستم قدیمیه با سرعت پایین و برد تقریبا متوسط. در کنار اون خرداد 15 و تاکتیکال هانتر رو هم دارن که نگاه میکنید میبینید بردهای اونها حتی کمتر هم هست و دیتکتیو رنجشون هم پایین تر هست. اینا همشون موبایل هستن، یه جا به جا، و اگه پیدا بشه جاشون کجاست خیلی راحت میتونن از بین ببرنشون. به همین خاطر از این نظر نقطه ضعف برای این سیستم دفاعی حساب میشه، ولی از تعدادش اطلاعی نیست و احتمالاً تعداد خیلی زیادی داره. اما اینجا اسرائیل یک برتری عجیب غریب داره و اون کلاهک هسته‌ای جریکو 2 هست. اسرائیل هیچ وقت نگفته داره یا نداره، ولی همه باور دارن که اون رو داره با رنج در حدود 1500 تا 3500 کیلومتر. این قابلیت داره که ازش استفاده کنه. من بعید میدونم که اسرائیل هرگز از این قضیه استفاده کنه. ایران هم سالهاست به دنبال همچین سلاحی هست و در نهایت این جنگ به ضرر مردم ما هست و امیدوارم که طوری فیصله پیدا بکنه که همه چیش به نفع مردم بشه و از این شرایط در بیاییم.